ای برادران، از روسیه مرده تاجیکان نیارند. برای این تاجیکا باید همه ما از یک گریوان براریم سر. تو توت نگو، این بید نگوید، این نگوید، تو کلابی نگو، تو لیل نبودی پامیری نگو. ای تاجیکان، برای خدا متحد شوید. بر عهد خود نموده وفا متحد شوید. به اتحاد می رود از بین ملک ما. خواهید اگر دوام و بقا متحد شوید. بر عزت و شرف برسد قوم متحد. بهر شکوه ملت ما متحد شوید. از شعر مولوی و ضیاءثار بوعلی بر جسم و جان نموده دوا متحد شوید. بیگانه نیست طالب مجد و بقای ما، بین موده ترک فکر خطا متحد شوید. دشمن همیشه در پی تفریق ملت است. او میزنن تاجیکا میکشد. دلیل در چی است؟ سبب در چی است؟ بیاین که سبب پیدا کنیم. سبب در بی‌اتفاقی ماست. کولاب رفته برای خود گروپ ساخته در روسیه، دوشنبه رفته برای خود گروپ ساخته، تاجیکای یک جای برای خود گروپ ساخته و مردم هم میفهمه که اینا قدر در بین خود دشمنی دارن که ما یگان دشمنی به اینا نکنیم، اینا رو فقط طرفشان نگاه کنیم، اینا میپاسن. ما یک دست نیستیم، ما باید یک دست شدیم. ما منطقه گرایی و قشلاق‌گرایی و سمت‌گرایی را باید از بین برداریم و خدا نابود میشیم تاجیکای عزیز. بیاین که یک خانواده، ما همیشه گفتیم و به این باور دارم، ایمان دارم، تاجیکا یک خانواده بزرگ هستند. یگان فرق بین خانواده شما، ناموس شما، خواهر شما، مادر شما و خواهر مادر من، یگان فرق پیش من نیست. یگان فرق نیست. کسی طرف ناموس شما با چشم بد تماشا کنه، چشمش هم میکشم از رویش. من یعنی یک تاجیک با ناموس هستم و به چیزی که میگم باور و ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نشید، غمگین نشید، شما عالی و کامیاب پیروز هستید اگر مؤمن، اگر ما به یقین ایمان کامل داشته باشید، اخلاق اسلامی را مراعات کنید، بزدلی، ترس، جبر، ترس از مرگ، تسلیمی به دشمن ننگ بدانید، متحد یک دست باشید، باور به خدا. 4 تا پنجابی هم برسد و خدا اگر دنیا پشت سرش استاد شود در برابر یک مردم مصمم اگر کسی